با پول یک سکه تمام بهار آزادی در سال 82 الان میشه 4 کیلو پیاز خرید. با پولی که 20 سال پیش بابت کرایه ماهیانه یک آپارتمان در شمال تهران پرداخت میکردیم، امروز میشود 6 سیخ جگر خورد. خرید 50 کیلو مغز پسته الان میشود قیمت یک آپارتمان 2 خوابه 70 متری در مرکز تهران. توفتوش. با پول لازم برای خرید یک پژو 206 در 20 سال گذشته امروز می شود 2 عدد آینه بغل خرید. پژو بوده 11 میلیون تومان. قیمت امروز یک بسته چیپس 450 گرمی معادل است با $150 معادل 120,000 تومان. یک سیخ کوبیده خالی بدون دورچین می شود 20 کیلو راسته گوسفندی در 20 سال پیش. خوشا اون وقتا. یک جفت جوراب نانو در متروی تهران می شود معادل 100 کیلو برنج علای ایرانی. خدا از باعث و بانش نگذره.